سلام بچه‌ها، خوش اومدید به این ویدیو. بچه‌ها امروز اولین ویدیوی من هستش. اولین ویدیوی اون هستش. بچه‌ها امروز اومدیم برابل استارز. همونطور که می‌بینید ما 3 نفریم و الان مودی که می‌بینیم مود اسمش مودش خرابکاریه، یعنی که 3 نفریم، 3 نفر حریف ما باید 3 تا حریف رو بزنیم و زنده بمونیم. خب نفر بعد چون مافیاست داشت. سلام بچه‌ها، خوبیم؟ خب یه لحظه ویندوزم پرید، الان ویندوزم بالا اومد و کینگم میرم. آقا تو چنل منم یه ویدیو داریم، حتما برید ببینید. و اینکه آقا اسم این مپ ناکاوته یا همون خرابکاری به قول آقای شهید SMRI یا همون شهید سامورایی. من باید اینو بگم همش، اصلا نمیتونم نگم. برو به قولش نفر بعد. نظر تو مافیا کیه پسر؟ سلام بچه‌ها، خوش اومدید به چنل شهید سامورایی یا همون زلاتان خودمون که همتون دیگه توی ویدیو قبلی دیگه میشناسید. بچه‌ها لایک و کامنت و اینا رو همتون رو بهتره کنید. توی چنل امیر کینگ 369 هست. بریم سراغ بازی. داداش امیر کینگ امیر و زلاتان اونجا شد. خب 3 2 1 آقا برنامه چیه؟ خب چند تا مچ میریم آقای سامورا؟ 30 تا؟ آقا یه 2 ساعتتون رو بزنید غیر خانواده، برید توی جایی سگ بخورتتون، تو دل سگ. آقا ناکاوت اینه که 3 تا مچ کلا. خب از این 3 تا مچ هر تیمی 2 تا ببره برنده است. بعد هر کی هم مرد. خداحافظ. هر کی برنده است. جدی میگی؟ بابا چقدر باهوشی. منم گیرنده. وای چی؟ بس اگه بذاره باشه نگاه کن، ناموسم باید نوب اومد، میگه ماش نوب اومدی، من باید همه کاری کنم. بله آقا گاد آف نوب خودش نمیده. خب آقا به گاد آف نوب توهین نکن. هر چی میرسه گاد آف نوب توهین میکنه. میخواد آها بیا هایی 3 تاشونو زدم. این حالت نوب پرو خودم بذارم اینجا. یه اشتباه اینجا دست من اشتباه رو به جای گاد آف پرو زدم یا گاد آف نوب. چیکار کنم؟ دستم اشتباه میره. خب این دوتا من دادم. 2 تا زدم. من هر 2 تا رو زدم. آقا استار پلیر منم، 5 تا رو زدم بدون مردن. این آقا تو رو من یه دونه CR7 بنداز. منم سریع بزن مچه بعد سریع 1 2 3 برو خیال قصه. حالا من دیگه آقا فکر بد نکن. آی دختر خانم دست نیست. صحبت کن پسرش. من الان دیگه پرو شدم. الان حالت پرو خودم. بذارم بذار زلاتان سامورایی. بیا نکشیم پرو پلیه. خواهش می‌کنم. همه رو میزنم. یه نفر همه رو میزنم. این 2 نفر 3 تاشو کشتم. یه مش نوبو کشتی دیگه. اینو تعریف نوب کشی دیگه اینا رو داره. براشون که اسکولا رو داره همینجوری میاد. انگار نه بازیه مثلا. نو شاسکور من مردم. استار پلیر. آقا 2 مچ وایسارم بردیم. استار پلیر رو نشون بده. استار پلیر نشون داد. داداش نشون داد. تو یه بار مردی قبول نیست. ولی 4 تا رو کشتم. قبوله. خب یه بار اندازه 2 بار باخت. یه بار مرده اندازه 2 بار آقا کیله. چقدر صحبت می‌کنی پسر؟ نمیخوام. حداقل کمتر. آقا بریم آخری مچ بودو بریم. لزه باو. آشغال. لزه باو. خب الان من میخوام استار پلیر. وقتی من رفتم میتونی بشی. میگم گاد آف دستم اشتباه رفت شد گاد آف نوب. مگه گاد آف پرو بود داداش. آقا برید فقط چنلا برید. چنل این مهران ایزی. اصلا مهران آسونه، اسمش آسونه. بچه خیلی آسون و ایزی میتونی برید تو چنل مهران ایزی. آره آقا اصلا راست میگه، اسمشو اشتباهی گذاشته، دستش خورده، یه داگ کم نوشته. داگ یعنی چی؟ یعنی سگ. یعنی شیاد سامورایی. این زلاتان امشب میره تو خوابه داداش. الان شلوارتو خیس میکنی همیشه. اوف ریف.
پرتش کردم اینجا یه یه نفر. سنگین SMR کشتمش. کلا. خب خدافظی کن. استار پلیر نشون بده. خدافظی کن صدا من استار پلیر رو نگاه. کو بازی هم واسه اشتباه پیش اومده. بچه‌ها برای نصب نکنید. این مشکلات رو نگاه کنید. اصلا استار پلیر اپیک شد و بهم جسیکا داد. هالو خدافظی کن. من خدافظی کنم اول. بگو. آقا بهم کل داد. وایسی. به بیسولا. صبر کن. با نمک بچه‌ها وقتتون رو چرا داریم میگیریم؟ آقا بگو چنل همه برن. چنل زیره. آقا حمایت کن. حمایت چنل کینگ امیر رو نرید. دیسلایک بدین همه چیاشو. چنل مهرایزا ایزی فوش بش بدید. دیسلایک کنید. ویدیو منو بیاین همش لایک بدین. بگید چه خفنی. نه به شوخی کانال همه رو برید. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. تا ویدیو بعدی خداحافظ. بای بای.